من یه سبک مثلا آهنگسازی میاد عجیب غریبه. من معمولا اول ملودی میسازم بعد شعر میاد روش، برعکس همه. 90% کارا رو خودت ساختی نه؟ بله. خودت درست. بله کار خودم. همین الان میخوام یه کار تولید کنیم. بریم کار ملودی رو. به من ربط نداره، بگو. من نمیدونم. بعد این داره اینو بعد تو بری شعر مثلا آره بگی. دیگه مثلا یه وضعی سختی ها. همیشه داره دوباره داره بارون، دوباره نم نم بارون، دوباره نم نم بارون، صدای ترانه از تولید به مصرف. دوباره نم نم بارون.